با سلام بی مقدمه میخوام بهت یکی از راههای اصلی پولسازی تو بورس رو بگم. استراتژی کانسلینگ. کانسلینگ چیه؟ استراتژی کانسلینگ یه سیستم معاملاتی جامع به شدت کاربردی و محبوبه که با ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی سهام با پتانسیل رشد بالا رو شناسایی میکنه. حالا چطور؟ با بررسی 7 فاکتور کلیدی: درآمدهای جاری، درآمد سالانه، محصول یا خدمات جدید، عرضه و تقاضا، پیشرو بودن شرکت در صنعت خودش، حمایت نهادی و جهت بازار. اما یه مشکل هست. بررسی هر 7 فاکتور به زمان و تخصص خیلی زیادی احتیاج داره. راه حل چیه؟ ما یه ابزاری داریم که این کار رو خیلی سریع و راحت براتون انجام میده. با این ابزار هر 7 فاکتور به صورت خودکار محاسبه میشه و هر فاکتور از 0 تا 1 امتیازدهی میشه. نتیجه به صورت نموداری و مصور به شما نمایش داده میشه و خلاصه نتیجه به شما اعلام میشه. دیگه چی میخوام؟ به منو استراتژی بنیادی و تب کانسلینگ نرم افزار تحلیل جامع بازارهای مالی همتا سر بزن و برای تمام شرکت‌های تولیدی در بورس و فرابورس نتیجه این استراتژی رو بررسی کن.